سرخط خبرها. تداوم اتهام زنی اسلام آباد بر کابل. خواجه محمد آصف بار دیگر از تهدیدها از خاک افغانستان نگرانی کرد. پاکستان د افغانستان پر وړاندې ډیر جنایتکارانه رذیلانه سیاست او اجنډا لري دا چې د هند سره ستونزې دي دا په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. تاکید افغانستان و یونیسف بر گسترش همکاری‌ها در بخش ایجاد اشتغال. نماینده یونیسف گفت که تاکنون برای حدود 45,000 تن در افغانستان زمینه کار فراهم شده. و واکنش ایران به طرح جدید ترامپ در مورد تنگی هرمز. هر گونه اقدام تهدیدآمیز با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. سلام و وقتتان بخیر. در این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 ثور 1405 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 می 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم. مشروع خبرها. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر از تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. او در گفتگو با یک رسانه پاکستانی گفت که کشورش خواستار صلح در منطقه است. این در حالی است که امارت اسلامی همواره این ادعاها را رد کرده و گفته که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری تهدید نیست. وزیر دفاع پاکستان در حال این اظهارات را مطرح می کند که چند پیش در حمله نظامیان پاکستان بر دانشگاه کنر نزدیک به 90 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. پاکستان د افغانستان پر وړاندې ډیر جنایتکارانه رذیلانه سیاست او اجنډا لري دا چې د هند سره ستونزې دي دا په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. هر هیواد د هر هیواد سره ستونزې لري دا زموږ مشکل نه ده. دغه هیوادونه باید په خپلو منځو کې حل کړي. همدغو نړیوالو هیوادو ګاونډیو هیوادو تر نن ورځې پورې زموږ د هیواد ولس پر وړاندې څه ناروا بشري جنایتونه وکړل. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلان کرده که در یک روز گذشته بیش از 30,000 مهاجر به کشور برگشتند. این کمیسیون گفته که 3,388 مهاجر روز گذشته از کشورهای پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. این در حالی است که 2 روز پیش نیز بیش از 800 خانواده به کشور برگشته بودند. سازمان ملل میگوید که 2.8 میلیون مهاجر افغانستان در سال 2025 از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با نماینده یونیسف بر گسترش همکاری‌ها در بخش ایجاد اشتغال و اعمار شهرک‌ها برای مهاجرین تاکید کرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در این دیدار نماینده یونیسف گفت که با تلاش‌های مشترک تا اکنون برای حدود 45,000 تن در افغانستان زمینه کار فراهم شده. گزارشی داریم از همکارمان انایتا اندر. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف و مسئول کمک‌های انسانی این سازمان در افغانستان پیرامون آمادگی این نهاد برای اعمار شهرک‌ها و تهیه مسکن برای مهاجرین و ایجاد اشتغالزایی برای جوانان کشور دیدار کرد. نماینده یونیسف در این دیدار افزوده است که به اثر تلاش‌های مشترک امارت اسلامی و نهادهای جهانی برای 45,000 تن زمینه کار فراهم شده است. همچنین معاون اداری ریاست الوزراء در این دیدار گفته که امارت اسلامی برای این برنامه‌ها تسهیلات لازم را فراهم می‌کند و برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و آمادگی برای هماهنگی در این بخش تاکید نمود. د یونیسف استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسول څرګنده کړه د مؤسسو او د افغانستان اسلامي امارت مسولینو ترمنځ د ګډ کار په پایله کې تر اوسه 15,000 تنو ته کارموندنې زمینه برابره شوې او دغه بنسټ آماده دی راستنیدونکو کډوالو ته د ښارګوټو په جوړولو او افغانانو ته د کارموندنې فرصتونو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. شمار از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که در شرایط کنونی تمرکز بر حمایت از نهادهای کوچک و پشتیبانی از اقشار نیازمند یک راهکار مؤثر برای کاهش بیکاری و فقر به شمار می رود. با گفته آنان با تقویت این بخش ها زمینه‌های کاری بیشتر فراهم شده و مردم می توانند در بدل کار عاید مناسب به دست آورند. نیاز است تا کمک‌هایی که صورت می‌گیره روی پروژه‌های مختلف عامل منفعه و همچنان در بخش‌های آموزشی
و حمایت از کسب و کارهای کوچک و حمایت از زنان صورت بگیره تا هم سبب شود تا مشکلات فقر به شکل بنیادی حل شود و مردم بتونن در برابر کار پول دریافت بکنن. د افغانستان اسلامي امارت لپاره پکار ده چې له مختلفو چینلونو نه ډونرانو سره مرسته کوونکو هیوادونو سره وغږیږي ترڅو دوی په افغانستان کې د بشري مرستو ترڅنګ خپل پراختیايي مرستې هم شروع کړي ترڅو د دغو پراختیايي مرستو له اړخ نه په افغانستان کې پراختیايي پروژې شروع شي ترڅو په منظم شکل باندې د افغانستان خلکو ته کاری زمینه برابر شي. آگاهان همچنان میگویند که در شرایطی که افغانستان با چالش‌های جدی اقتصادی، افزایش بیکاری و بازگشت گسترده مهاجران روبرو است، نیاز به برنامه‌های علمی برای ایجاد اشتغال و فراهمسازی سرپناه بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. پس از قطع داد و ستد دارویی افغانستان با پاکستان، بنگلادش اطمینان داد که در بخش دارو با افغانستان همکاری کند. نعیم الله ایوبی رئیس عمومی تنظیم دارو و محصولات صحی وزارت صحت عامه در سفرش به بنگلادش با محمد عالمگیر حسین رئیس اداره تنظیم داروی این کشور دیدار و دو طرف بر اهمیت همکاری‌های تکنیکی، تبادل تجارب و تقویت روابط دوجانبه در سکتور صحی تاکید کردند. و در خارج از کشور، در اوج تقابل لفظی تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که از صبح دوشنبه عملیاتی را برای آزادسازی کشتی‌های گیرمانده در تنگی هرمز به عنوان یک حرکت انسان دوستانه برای کمک به کشورهای بی‌طرف در جنگ آغاز خواهد کرد. ترامپ هشدار داده که اگر به هر نحوی در این روند مداخله شود، برخورد قاطعانه از سوی آمریکا صورت خواهد گرفت. در مقابل، ایران نیز هشدار داده که هر گونه دخالت آمریکا در شیوه مدیریت تنگی هرمز نقض آتش بس تلقی خواهد شد. اسد محمدی بیغش گزارش می‌دهد. همزمان با بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از آغاز طرحی برای رهایی کشتی‌های متوقف شده در تنگه هرمز خبر داده. او این اقدام را تلاش انسان دوستانه عنوان کرده که با هدف کمک به کشورهای انجام می شود که در منازعه جاری نقش مستقیم ندارند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال هشدار داده است که هر گونه اخلال در اجرای این طرح با پاسخ جدی از سوی واشنگتن همراه خواهد بود. هدف اسکورت کشتی‌های سرگردان در تنگی هرمز به مناطق امن است. این تلاش ماهیت بشردوستانه دارد و بیشتر کشتی‌هایی که در این مسیر تجاری گیر افتادند هیچ ارتباط به درگیری‌های فعلی ندارند. نیروی دریایی ایالات متحده مسئول خروج ایمنی این کشتی‌ها خواهد بود. ترامپ همچنین تاکید کرد که نمایندگان واشنگتن گفتگوهای بسیار مثبتی با ایران دارند و این مذاکرات می تواند به نتایج مثبت برای تمام طرفها منجر شود. در حال ترامپ مذاکرات با تهران را مثبت می داند که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر تعهد پاکستان نسبت به تقویت تعامل سازنده تاکید کرده و افزوده که گفتگوها و دیپلماسی یگانه راه مؤثر برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات و دستیابی به صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن است. در سوی دیگر ایران با ابراز نگرانی از این تحرکات اعلام کرده است که هر نوع مداخله آمریکا در نحوه مدیریت این مسیر راهبردی نقض آتش بس محسوب شده و میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. هر گونه دخالت امریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز نقض آتش بس تلقی خواهد شد. تنگه هرمز و خلیج فارس به اظهارات موهوم ترامپ اداره نخواهد شد. هیچ کس بازی مقصرنمایی را باور نمی کند. همچنین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده که امنیت تنگه هرمز تحت کنترل نیروهای مسلح ایران است و هر گونه عبور و مرور باید با هماهنگی نیروها انجام شود. این قرارگاه ضمن هشدار به نیروهای خارجی به ویژه آمریکا تاکید کرده که هر گونه اقدام تهدیدآمیز یا ورود بدون هماهنگی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. طرح جدید ترامپ برای حمایت کشتی‌های توقیف شده در تنگه هرمز با واکنش‌های داخلی نیز مواجه است. آروان دیوید میلر دیپلمات پیشین آمریکا نسبت به عملی بودن این طرح ابراز تردید کرد. او هشدار داد که برای هدایت کشتی‌ها ناوهای آمریکایی باید وارد تنگه شوند، اقدامی که به گفته او آنها را در معرض حملات ایران، پهپادها و مینه‌های دریایی قرار می‌دهد. و سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.